با اولین نوری که از پنجره وارد اتاق شد و صدای یا کریما که انگار داشتن اخبار صبح رو با هم رد و بدل می‌کردن، از خواب بیدار شدم. دست و صورت شستم و همینطوری که داشتم چشمای خواب‌آلودم و میمالیدم، لیستی که برای خرید مهمونی امشب آماده کرده بودم و برداشتم و مجدد چک کردم. دوست نداشتم هیچ کم و کسری وجود داشته باشه. اون آقای محترمی که مثلا حکم همسر من داشت ولی بیشتر وقتا نقش بازپرس یا ناظم مدرسه رو تو زندگی من ایفا می‌کرد، در حالی که داشت برای رفتن به سر کار آماده می‌شد پرسید چرا نشستی؟ مگه نمیری سر کار؟ لبخندی زدم و با آرومی جواب دادم نه، برای تدارکات مهمونی امشب مرخصی گرفتم. همینطوری که داشت وسایلاشو برمی‌داشت و کتشو می‌پوشید خیلی کوتاه گفت اوکی. پشت سرش دادم به در رفتم و یادآوری کردم که امشب دیر به خونه نیاد. در رو بستم و نگاهی به خونه انداختم. به هم ریخته بود. البته نه به اندازه‌ای که بشه به راحتی تشخیص داد که خانم خونه شاغله. حدودای ساعت 12 ظهر بود که با کلی کیسه خرید خسته و عرق کرده به خونه برگشتم. مدام لیست کارهایی که باید انجام میدادم و توی ذهنم مرور میکردم. شستن میوه ها، آماده کردن غذا و دسرها، درآوردن ظرفها از بوفه و برانداختن خونه. صدای اذان مغرب از مسجد محل بلند شد که من از کارا فارغ شده بودم و داشتم گلایی که برای میز شام خریده بودم و توی گلدون میذاشتم. دیگه چیزی تا اومدن مهمونا نمونده بود. البته امیدوار بودم که جناب همسر قبل از مهمونا برسن. لباسی که مد نظرم بود رو روی تخت گذاشتم و به حمام رفتم تا بوی غذا از بدنم بره. اون شب خانواده همسر مهمون ما بودن و من تا جایی که در توانم بود پذیرایی کردم و سعی کردم همه چیز عالی باشه. تا وقتی که سر میز شام همسرم با همون چهره ناراضی و طلبکار جلوی همه بهم گفت بازم غذات بی‌نمک شده. با لبخند و کمی خجالت پرسیدم کدومشون؟ گفت همینی که دارم میخورم. مثلا این بهترینشونه دیگه. نمیدونستم چی باید بگم. سکوت کردم. بقیه سعی کردن حرف رو عوض کنن و با تعارفی که پاره کردن مثلا جو رو عوض کنن. و منی که از صبح چیزی نخورده بودم اولین قاشق غذا توی دهنم ماسید و اشتهام کور شد. احساس سرخوردگی و خجالت داشتم. تا آخر شب خودم رو با پذیرایی و بازی کردن و مراقبت از بچه‌ها سرگرم کردم. بالاخره نیمه شب مهمونا رفتن. با بدنی له به اتاقم رفتم تا لباسای راحت بپوشم و ماسک خنده رو از روی صورتم بردارم. وقتی به سالن برگشتم آقای ناظم وسط سالن ایستاده بود و داشت گوشی موبایلش رو چک می‌کرد. بدون صدا از کنارش رد شدم و به جمع‌آوری ظرف‌ها مشغول شدم. همش منتظر شنیدن یک سری جملات ساده بودم که یهو گفت فردا تعطیله، الان دیگه سر و صدا نکن. و با زیر لب گفتن این جمله که وای چقدر سرم درد میکنه به سمت اتاق خواب رفت. انگار زبانم قفل شده بود. نمیدونستم دقیقاً الان چی رو تجربه میکنم. خشم، ناامیدی، حسرت یا تحقیر. شایدم به صورت کاملا تکراری طی این 4 سال پشیمونی. کمی روی زمین دراز کشیدم، چشم‌ها بستم تا سوزش کمرم کمی آروم بشه. تنها چیزی که بیشتر از همه اذیتم میکرد این بود که نمیدونستم چرا هنوز دارم توی این مسیر تکراری ادامه میدم. چرا با از بین بردن جسم و روان خودم رشته ارتباطی رو محکم نگه داشتم که توش هیچ جایگاه ارزشی ندارم. این چیه که نمیذاره خودم رو از این قفس رها کنم؟ درود راوی به تو. به تویی که انقدر باهوشی که خیلی سریع فهمیدی مشکل شخصیت اول این قصه چیه. درسته، احساس ناکافی بودن یا دوست داشتنی بودن مشروط که یکی از عمیق ترین دردهای انسانی هست و طرف باید سعی بکنه که تمام تلاشش رو بکنه تا جلب رضایت دیگران و تایید دیگران رو به دست بیاره. به قول سارتر دیگری
جهنم من است. یعنی چی؟ یعنی تمام تلاش من، تمام حس درونی من حول این محور میچرخه که من کافی نیستم تا زمانی که دیگران خوشحال باشن، دیگران تایید بکنن و دیگران نشون بدن که آره تو کافی هستی. و این یک ماراتون دردآور و خسته کننده برای اثبات اون فرده. موضوع اصلی اینه که این آزادی زمانی به دست میاد که اون فرد کافی بودن خودش رو در مسیر رشد خودش بدونه، نه تو نقص‌های خودش. و سوال اصلی اینجاست که من کافی هستم یا نیستم، یا اینکه اصلا کافی بودن یعنی چی و کی اونو تعریف میکنه. شما از این تجربه ها دارین، درسایی ازش گرفتین، با راوی به اشتراک بذارین. شاید الهام بخش قصه های بعدی من بشه، شاید برای دیگران مفید واقع بشه و تلنگری باشه. من اینجا کنار شما هستم برای اینکه بتونیم این تجربیات و این احساسات رو حتی با نوشتن قصه های کوتاه با هم به اشتراک بذاریم و ازشون عبور کنیم. بدرود.